نحكي شوي عن هاي الجبهة شو صار فيها، لأن طبعا هي جبهة مظلومة إعلاميا. 100 روز از آغاز جنگی که به طوفان الاقصی معروف شد گذشته. در کمتر از 24 ساعت از آغاز نبرد طوفان الاقصی، اینجا که ما ایستادیم یعنی لبنان، مرزهایی از آتش رو به روی دشمن صهیونیستی گشود. اما به دلایل مختلفی این جبهه مغفول مانده و در رسانه‌ها به اون پرداخته نمیشه. افکار عمومی دنیا هم به دلیل حجم بالای اتفاقات در غزه زیاد اهتمامی به این جبهه نداره. اما به دلیل اهمیت بالای این جبهه و ضرباتی که نیروهای مقاومت در لبنان تونستن به صهیونیست‌ها وارد بکنن، این جبهه از تأثیر بالایی در معادلات سیاسی، امنیتی و اجتماعی این نبرد برخوردار شده. به همین دلیل تصمیم گرفتیم روایتی بدون واسطه از مرزهای آتش گشوده شده در مرزهای شمال برای شما آغاز کنیم.